هیچ زمان به دیگران اجازه ندی که از ضعف آگاه شود یا از ضعفت خبر شود. لزوما اونی که از ضعفت خبر میشه، آگاه میشه، به شما کمک شاید نکنه، شاید از شما سوء استفاده کنه. آدم ها تا زمانی کنار شما هستند که احساس کنن شما قدرتمند یا توانمند هستید. بنابراین نیاز نیست خودتان را پیش بعضیا یا پیش اکثریا جار بزنین، سرتان را خم بکنین که من این ضعف را دارم، اون مشکلات را دارم. کمک نمیکنه براتون. اکثرا از اینکه میبینه حال شما بد هست، شما ضعف دارین، از شما سوء استفاده میشه. بنابراین قرار نیست پیش هر کسی ناکسی برید آزادیل بکنی و ضعفت را بروز کنید. ضعفتان را بروز ندید. اونمو کاری را که دوست دارین طوری اجرا بکنین که فقط در اون کار تو هستی دیگه، هیچ کسی فکر کنید قرار نداره. بنابراین قرار نیست که ضعفت را به دیگران نشان بدید، چون امکان داره بعضی سوء استفاده